درود رفقا، من آرومیکسم. خیلی خوش اومدید به یه آموزش دیگه، یه آموزش کاربردی راجع به پرکاشنایی که جدیدن استفاده میشه توی سبکای میشه بگیم 6 و 8 تور، آهنگایی که ترکیب سبک استایل رپ و استایل 6 و 8 هستش، مثل آهنگای فدی و آهنگ جدید حسین توهی. میخوایم ببینیم ساختار این پرکاشن‌ها به چه صورته، یک کوچولو راجع به های هات و کلا ساختار درامزشون صحبت بکنیم، اما فوکس ما روی پرکاشن هستش. خب بریم یه بار با هم یه گوشش بدیم و من تمام المانایی که استفاده شده رو کامل با جزئیات بهتون توضیح میدم. خب بچه ها، با اصلی ترین المان این درام ست که پرکاشن و کیک هست من شروع میکنم و سولو میکنم کیک و در واقع پرکاشن رو به این صورته. خب کیکش که یکی که پانچیه که من یکم اوتش رو گرفتم، یکم حجم زیاد و دیکه کشش زیاد داره، من یکم حجمش رو گرفتم. میتونید که کم لیر بکنید. میگم فوکس ما الان توی این ویدیو روی پرکاشن هستش. خب من مین پرکاشنی که در نظر گرفتم این پرکاشن های وودن روی لاکوک شده هستش از پکیج 3 کشمیر. دقیقا همین رو سرچ بکنید میتونید پیدا بکنید توی پکیج 3 کشمیر. یه همچین صدایی داره. همطور که میبینید این سمپل ما دیکه نسبتا خوبی داره، اما ترانزینت و اون پانچ اولیه رو نداره. پس من 2 تا پرکاشن دیگه که ترانزینت و اتک خوبی دارند رو با این پرکاشن میتونم ترکیب بکنم که یه صدای پرکاشن قوی و خفن داشته باشیم. خب پرکاشن دوم، ببین از همون دوباره پکیج کشمیر 3 پرکاشن های، پرکاشن ناک هستش که روی ر کوک. این بار ببینید این سامپل اصلا دیکه خیلی زیادی نداره، فقط یه ذره اون قسمت ترانزینت و اون پانچ خوب رو داره که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. من با استفاده از این گزینه SMP استارت هم نقطه شروع سمپلم رو یکم میارم عقب‌تر که اینجا قرار بگیره. حالا این 2 تا پرکاشن رو با هم گوش بدیم، یه همچین حالتی داره. پرکاشن سوم یه پرکاشن ریم شاته که دوباره اونم از همون سمپل پک و همون قسمت پرکاشن های روی ریم شاتی که روی ردیز کوک بوده. من با استفاده از این گزینه پیچ نیم پرده آوردمش عقب‌تر که بیاد روی همون ر قرار بگیره. روی ردیز بوده، الان روی ر قرار گرفته. همینطور که میبینید بچه ها این سمپل هم کشش خوب هم پانچ خوبی داره و خیلی خوب میشه با استفاده از این 2 تا پرکاشن این 3 تا رو ما در واقع لیرشون بکنیم و یه همچین صدایی داشته باشیم که هم پانچ خوب هم دیکه خوب و یه پرکاشن کامل باشه. اما خب قضیه پرکاشن ها به همینجا ختم نمیشه. شما باید این 3 تا پرکاشن رو به یک کانال روت بکنید. تمام این داستانا رو هم من تو ویدیوهای قبلی گفتم، توی چنل هست، میتونید بگردید پیدا بکنید که روت بکنیم مثلا چی هست و به چه صورتی هستش. این 3 تا میان به این کانال روت میشن. من با استفاده از یه اکولایزر یکم رزونانس های بعدش رو کنترل کردم، یه سری فرکانس های کثیف، و توی قسمت میدرنجش هم من یکم افزایش دادم، چون این قسمت در واقع مهمترین قسمت پرکاشنی که علاوه بر این 2 تا قسمت در واقع ترکیب این 2 تا هستن که پرکاشنش هم باید خوب صدا بده توی قسمت میدرنج. با استفاده از یه فب فیلتر ساترنم اومدم چیکار کردم، دوباره همون قسمت میدرنج و های مید، یعنی شما اگه این 4 قسمت رو، قسمت بیس، قسمت میدرنج، های مید و حالا قسمت های حساب بکنیم، من های مید و میدش رو یکم چیکار کردم، افزایش دادم که اون پانچ بودن، اون محکم بودن و قرص و محکمتر بودنش توی میکس قشنگ کامل حس بشه و این 3 تا خوب با هم دیگه ترکیب و مچ بشن. و در نهایت با استفاده از یه کمپرسورم اومدم چیکار کردم، با یه اتک تایم نسبتاً سریع و یه ریلیز تایم نسبتاً سریع، یعنی خیلی به اون صورت
نمیخوام که توی کمپرسورم بمونه، اما از اون طرف یکم میخوام سریع وارد عمل بشه. حالا روی 1 میلی ثانیه هم باشه مشکلی نداره و در حد 3-4 دسیبل نهایتا کمپرس من داشته باشم کافیه. که هدف ما اینجا بیشتر چسبوندن صداها به هم هستش که با استفاده از این پلاگین دیگلو که بازم این هم آموزشش تو چنل هست میتونید این کار رو انجام بدید. این 3 تا پرکاشن در واقع لیر هستن و باید به عنوان یک صدای واحد توی میکس من شنیده بشه، نه اینکه جدا. پس ما با استفاده از کمپرشن میتونیم این 3 تا صدا رو خیلی خوب به هم بچسبونیم و یه صدای خیلی قوی داشته باشیم به عنوان پرکاشن ها. این میشه المان‌های اصلی که توی این درام ست ما بررسی کردیم. یه دونه های هته که خب های هت از لحاظ کوانتایزی بچه‌ها یه کوچولو کوانتایزش دستکاری تر شده هستش. من اگه اینو بذارم روی 1/3 بیت میبینی که کوانتایزا روی 1/3 و 1/6 بیت تنظیم شده، یعنی هر ضرب منو به 6 قسمت تقسیم کرده و من های هت ها رو به صورت دستی به این صورت روی 1/6 چیدم. و حتی من میتونم یه کوچولو، من اگه آلت رو نگه دارم و این جابجایی ها رو بخوام انجام بدم خیلی ریزتر میتونم جابجا بشم تا اینکه آلت دستم روی آلت نباشه. ببینید الان آلت رو من نگرفتم، وقتی آلت رو بگیرم میتونم خیلی راحت تر جابجا بشم و دستی من یه کوچولو میتونم اینو بیارمش عقب‌تر که بازم یه حالت لنگ توری بزنه، یا اینکه با استفاده از این سوینگی که اینجا هست یه کوچولو به درامم سوینگ بدم که البته این حالت روی کل المان‌های درام اعمال شه، من نمیخوام انجام بشه. دستی خودم میتونم اینجا یکم المانا رو تغییر بدم، یکم کوانتایزر رو حالت لنگی رو بهش بدم و همطور که میبینید ما توی قضیه های هت ها هم روی ولوم، هم روی پن و هم روی پیچ صداها میتونیم دستکاری داشته باشیم. از این قسمت کنترل من روی پیچ میذارم و میتونم این 3-4 تا های هت آخری و یکم پیچشون بدم به سمت پایینتر واسه جذاب شدن درامم. کیکش کیک جونداری نیست، حتما من یکی که دیگه باید اضافه بکنم، ولی میگم فوکس این ویدیومون روی بحث پرکاشنا بود. و حالا کلپ هم که یه حالا کلپ معمولی من فعلا در نظر گرفتم که کلپی که انتخاب میکنید باید یه کلپی باشه که یکم اون های فرکانسیش زیاد باشه، یکم حالت تیز و تقعی داشته باشه برای این درام ست که قشنگ خودشو نشون بده به ما. این هم از این ویدیو، پر از نکته و ترفند بود این ویدیو. حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگه از یوتیوب تماشا میکنید که سابسکرایب هم یادتون نره. دمتون گرم، توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.